2 میلیارد تومان پولش سوخت شد چون این نکته رو نمیدونست. بعد خرید زمین تازه متوجه میشه اصلا نامه بنیاد مسکونی مال این زمین نبوده. کلی زحمت میکشی برای خرید 250 متر زمین تو شمال، حداقل 2 میلیارد پول برمیداری با خود میاری به امید اینکه صاحب یه ویلا بشی. حالا تو این فرایند خرید ممکنه کل پولت سوخت بشه. آگهی رو تو دیوار میبینی نوشته زمین مسکونی زیر قیمت منطقه. خودت پا میشی میای 4 تا مدرک هم چک میکنی بدون اینکه تحقیق میدانی یا مشاوره اصولی بگیری. غافل از اینکه اصلا این زمین مسکونی نیست. حالا بماند که 2 سال بعد بری پاسگاه و دادگاه و شکایت کشی، حالا اگر بتونی اصل پولتو دریافت کنی که تو این تورم که اصلا بعد 2 سال اصل پولت اصلا دیگه به کارت نمیاد. حالا نکته طلایی که موقع خرید زمین باید بهش توجه کنی اینه که مختصات نقشه اون زمین رو که توسط نقشه بردار خودت برداشت کردی رو با مختصات توی برگه استعلام بنیاد مسکن که فروشنده بهت داده رو با هم دیگه تطبیق میدی. نه باید یکی باشه، یعنی باید بدونی همین زمین، این نامه بنیاد مسکن مال همین زمینه. یه نکته حیاتی دیگه تو کپشن نوشتم، حتما این پست رو ذخیره کن که موقع خرید زمین بتونی بهش رجوع کنی. به امید خرید عالی.